سفر و غذای هواپیما را یاد کردید؟ پس خوش آمدید به رستوران اوربان ایر که 2 هفته پیش در پایتخت نیجریه شهر ابوجا باز شد. در اینجا مشتریان می توانند به اصطلاح در سالن بیزنس کلاس جای گرفته از تماشای ابرهای مجازی که در دیوار نقاشی شده اند حلاوت برند. پیش خدمت هم راست از اتاق خلبان برای آنها غذا می آورد. صاحب این رستوران اوگو یانگ چند ماه و تخمیناً 10 میلیون نیر نیجریه یا خود نزدیک 30,000 دلار امریکا را مصرف نموده رستوران معمولی را به نسخه تالار هواپیما تبدیل داشت. همه این مشتریان خوشحالند. آنها احساس نو پیدا میکنند. ما هر سر چند وقت مثل هواپیما با بلندگو یک اعلان نشر میکنیم. من اینجا کاپیتان هواپیما هستم. رستوران 15 اوگوست باز شده به زودی محبوب مشتریان گشت. هر روز صدها نفر با نرخی نه چندان بلند هم غذا تناول میکنند و هم یاد سفرهای هوایی. اینجا خیلی خوب است، مثل اون که در هواپیمای بیزنس جت قرار دارم. خلاص هر کسی ارزوی پرواز میکند میتواند اینجا سلفی بگیرد و در شبکه‌های اجتماعی جوی بدهد. همه باور میکنند. سر از ماه مارت نیجریه رفت و آمد بین المللی هوایی را منع کرده است. پیش بینی می شود که 5 سپتامبر راه‌های هوایی باز می شوند، ولی احتمال در وهله اول بسیاری ها از پرواز خودداری کنند، زیرا اثنای بازگشت هر مسافر مجبور خواهد بود از آزمایش کرونا ویروس گذرد. این آزمایشگران هم به نرخ بلیط هواپیما همراه کرده می شوند.